تزیین کامیون در پاکستان قدمت طولانی دارد و سالهاست این هنر در بین رانندگان این کشور رونق دارد. راننده‌های کامیون در پاکستان ماشین‌های باری خود را با طرح گل، تصاویر حیوانات، طبیعت و دیگر تصاویری که آمیخته با فرهنگ غنی اسلامی است تزیین می‌کنند. من 20 سال سے کام کر رہا ہوں. 20 سال تو کار نقاشی کامیون هستم و خوشحالم که در معرفی فرهنگ اسلامی کشورم به دنیا نقش دارم. جالبه بدونید کامیونداران پاکستانی 2 تا 3 برابر قیمت کامیون را صرف تزیین آن می‌کنند. ما کار نقاشی رو کامیون انجام میدیم و متناسب با نوع تزیین قیمت‌ها هم متفاوت است. نوع تزیین کامیون‌ها نشان از فرهنگ قبایل مختلف در پاکستان دارد، به طوری که رنگ‌های سبز و زرد برای تزیین کامیون‌های منطقه خیبر پختونخوا و طرح‌های قومی مثل گل برای منطقه پنجاب است. 15 روز کامیونم در حال تزیین شدنه. شاید 10 روز دیگه هم طول بکشه، اما به خاطر علاقم این کار رو انجام میدم. داخل کامیون هم با استفاده از گل‌های مصنوعی و دیگر اشیا تزیین و آراسته می شود. اینجا خونه دوم منه، چرا که بیشتر روزهای سال رو با کامیونم به همین خاطر زیاد بهش میرسم. اما این فقط کامیون ها نیستند که به این شکل تزیین می شوند. اکثر اتوبوس‌های مسافربری، تانکرهای حمل آب و سوخت و حتی عرابه‌های چوبی دستفروشان هم با وسایل رنگ و وارنگ تزیین می‌شوند. شاید باورش سخت باشد، ولی این کامیون‌ها هر 3 یا 4 سال یک بار برای تزیین مجدد به کارگاه‌ها برده می‌شوند. این کامیون‌ها حکم نمایشگاه سیاری را دارند که هنر بومی مناطق مختلف این کشور را در جاده‌ها به نمایش می‌گذارند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.